خب سلام علیکم بچه ها. این درس ما اوید به نصب امانت موبایل در تلفن های موبیلی. چهل که در ویدیو شما دیده ایستادید و پلی مارکت در آمده امانت موبایل رو ما آنلاین رو با تلفن استانوفکا میکنیم. تگمچه استانویت رو پخش میکنیم و بعد از اون امانت موبایل و تلفن ما سکچ می شود، یعنی بارکنی می شود. یک چند لحظه انتظار میشویم تا اینکه امانت موبایل سکچ شود. خب بعدا ما انتظار میشویم تا اون استانوفکا شود، یعنی اسکچ شده به آخر رسد. بعد از اون استانوفکا شود. چرا که نگفته بودیم با شما انیمیشنیک است و تا ویدیو درس نوبتی با وسیله پیوست کردنی امانت موبایل در تلفن های موبیلی. خب چقدر که میبینیم حاضر برنامه امانت موبایل استانوفکا شده ایستاده است. بعد از آن ما تگمچه ادکریت رو پخش میکنیم و برنامه با ما اجازه میپرسد ما کنوپچه رزرشیت رو پخش میکنیم و سه اسپانزان پریلاژنی رو پخش میکنیم در این قسمت بالایی. خب چرا که بچه ها در اینجا میبینید ما همین تگمچه لاگین و یا از نکاملسه. خب اینها رو ما پخش میکنیم. در اینجا است یازده میلسه و لاگین. در لاگین رقم موبیلی خود رو وارد میکنیم. در یازده میلسه خب گالوچکا میمونیم که با ما فهم شود. در اینجا ما گالوچکا میمونیم و در اینجا باشد ما رقم موبیلی رو وارد میکنیم. خب چرا که با ما شما معلوم است حالا از این اصول و از این کارها ما خیلی کارها رو در اینجا استفاده. خب زاگروسکا می رود. بعد از اون امانت بانک با کار در اومده از ما اجازت میپرسد ما اسپانزان پریلاژنی رو پخش میکنیم. رزرشید استانوید پین کد. در اینجا پین کدی رمزی رو وارد میکنیم چندکی با ما در کار است. خب این بود یک ویدیو درس کوتاه اویدی برنامه نصب امانت موبایل. سلامت باشید.